فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری از بلوچستان با مخفف عین را پرسیدن که حق زن در بستن عقد نکاح، من اضافه کردم، شاید منظورشون عقد نکاح باشه، تا چند اندازه است میتونه مخالف باشه؟ اگر مخالف باشه آیا این عقد جایزه یا نه؟ در مورد ازدواج حق اصلی و اساسی مال دختر و پسری هست که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن. اگر هر دوتایشون در واقع رضایت داشته باشند و موافقت بکنند با این نکاح، ارکان اصلی هستند که ایجاب و قبول بکنند، این در واقع نکاح پذیرفته شده هست و یک نکاح شرعی محسوب میشه و رضایت هر دو طرف در اینجا شرط و لازمی هست. و در موردی که بالفرض اگر تصور بکنیم که یک زنی را بدون از اجازه خودش و بدون از اعلام رضایت یا اعلام موافقت از جانب دختر این ازدواج صورت بگیرد، این دختر حق فسخ دارد، میتوند که اعلام بکند که من چون این ازدواجی رو قبول ندارم و فسخش بکند. در روایتی داریم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که متفق علیه هست، حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند لا تنكح الايم حتى تستأمر. زنی که بیوه هست نکاح داده نمی شود، عقد نکاحش را نباید ببندید مگر اینکه از اون مشورت بخواید. یعنی بروید، خب معمولا کسانی که به اصطلاح بیوه هستند جرأت بیشتری رو دارند برای اظهار نظر، مستقیما باید رفت و نظر بیوه زن رو حتما باید پرسید. و در ادامه میفرمند ولا تنكح البکر حتی تستأذن. و انسانی که بکر هست و دوشیزه هست و دختری که دوشیزه هست، این نباید نکاح داده بشود مگر تا زمانی که از این اذن گرفته باشه. درباره بیوه زن گفتند که حتما باید مشوره گرفته بشه و درباره دوشیزه گفتند که حتما باید اذن از اون گرفته بشه. پرسیدن خب اذنش یعنی چی؟ منظور از اذن چی هست؟ گفتم این که سکوت بکنه. شما اعلام کردید که فلانی به خواستگاری شما اومده و مثلا میخوایم که شما رو به عقد ازدواج فلانی در بیاریم، و اگر سکوت کرد این در واقع همون اعلام رضایت هست. و جالب اینجا است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله چندین مورد اومده که و اتفاق افتاده که دختر رضایت نداده به ازدواج، رسول الله صلی الله علیه و آله اون نکاح رو کلا فسخ کردند و باطل کردند. خنسا ابن خدام اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله که یکی از زنان انصار بود و بیوه زن بود و عرض کرد یا رسول الله پدرم من رو به نکاح فلانی در آورده اما من قبولش ندارم. رسول الله صلی الله علیه و آله اون نکاح رو باطل اعلام کرد، فرد نکاحها، که نکاحش رو کلا اعلام کرد که این باطل هست. و همچنین مورد دیگر اتفاق افتاده که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه اونو روایت میکند و که میگوید که یک زنی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و اعلام کرد که پدرش اونو بدون از موافقت و بدون از رضایتش اونو به نکاح یک مردی در آورده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه این روایت اومده که فخیره النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشونو اختیار داد که میتونه با این شوهر زندگی بکنه، خب قبول بکنه، و اگر نه میتونه که کلا رد بکنه و قبول نکنه. و جالب اینجا است که نه تنها در حق ازدواج، حتی در امور مادی که بحث ازدواج روی جان هست، روی جسد هست که این کل جان خودش رو مثلا قبول میکند که در اختیار یک مرد دیگری بگذارد. از نظر شرعی ولی دختر، ولو اینکه پدرش باشد یا برادر یا کسانی دورتر باشند، از نظر شرعی حق دخل و تصرف در اموال زن رو نداره. اگر زن یک ملکی رو داره، مالی رو داره، بدون از رضایتش ولیش ولو اینکه پدرش باشه حق نداره که در مال اون یک تصرفی بکند، اون رو به کسی ببخشد یا اینکه اون رو بفروشد یا اون رو بدل و عوض بکند جایی. پس زمانی که یک ولی حق ندارد که در مال زن تصرفی بکند بدون از اجازهش یک اقدامی رو انجام بده، چطور ممکن هست که شریعت اسلامی اجازه بده که در جانش که بیا تصرف بکند، اینو بردارد در مقابل یک مهری به یک مرد دیگری بدهد؟ و نکته
دیگری که در اینجا یعنی این جالب توجه هست که ما باید به اون دقت بکنیم این است که بالفرض در صورتی که زن و شوهر با هم دیگر زن و شوهر شدند، ازدواج کردند و با رضایت طرفین این نکاح صورت گرفت، بعد از این زن پشیمان شد، نمیخواد با این مرد زندگی بکنه، از نظر شرعی زن به اصطلاح اجازه داره که یک اصطلاح شرعی در اینجا ما داریم به نام خل که یک مبلغی رو پرداخت میکنه به خاطر اینکه جان خودش رو رها بکند و از این زندگی خودش رو خارج بکند. پس بنابراین زمانی که زن بعد از ازدواج حق فسخ دارد و حق زندگی رو که اگر نخواهد زندگی بکند این حق به اون داده میشه، پس بنابراین در ابتدای عقد ازدواج این حق به طریق اولا به اصطلاح به اون داده میشود، گرچه مستند ما در اینجا فقط و فقط احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمودند با بیوه زن مشورت بکنید و از دوشیزه حتما باید اجازه بگیرید. اگر چون این اتفاقی افتاد و یک دختری رو بدون از اجازه خودش این به اصطلاح نکاح دادن، از نظر شرعی اگر دختر قبول نکند این نکاح بسته نشده و این زن و شوهر با هم دیگر نامحرمند، اصلا عقد نکاح صورت نگرفته. اگر بعد از این که این نکاح بسته شد اگر دختر قبول کرد گفت من راضی هستم به این نکاح، خب اون اجرای همون حکم قبلی هست که این نکاح درسته. اما اگر بگید من چون این حکمی رو قبول ندارم، من به چون این ازدواجی رضایت نمیدم و تن در نمیدم، قول خودش هست و کسی نمیتونه اونو مجبور کنه.